آقا در خصوص آقای امیر تسلوی به من دایرکت میدن که آقا فراموش نکن. من خودم هم فراموش بکنم منم 24 ساعت موزیکش پلی میشه. نباید منی که این بیرون هستم یه چیزی بگم شاید اون تو یه آقای چه میدونم یه پلیسی بازجویی با من حال نکنه، حالا بعد بیاد برای یارو دردسر درست بکنه که آقا این پسر آمریکا اسم تو رو آورده هرسی بشه با این آقا بدرفتاری بکنه. برای چی باید برای یارو گرفتاری بیچاره درست بکنم؟ من الان بیام صحبت بکنم چی خیلی به اون بیچاره میرسه آخه. ما دعا میکنیم اگه کاری دست ما بر بیاد در خفا انجام میدیم که فکر نمی‌کنم کاری دست من بر بیاد. حقیقتا ما خودمون با میترسیم بگیم پخ قدیر بگیرم ببرن. چی شد یا؟ آره بابا ما ناراحتم به فکرم هستم دیگه. والله دعا میکنم هر شب به قرآن اگه پیش بره با دعا.